سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز آمدم برای معرفی کردن یک فیلتر شکن برای فری فایر. خب اول از همه میریم توی قسمت گوگل پلی فروش یا همون فروشگاه سرچ میکنیم فر وی پی ان. خب بذارید تا وقت بالا میاره، لازم اینترنت خرابه. خب الان که میاره این قسمت میاییم پایین، این فیلتر شکنه نصب میکنیم. بعد وقتی که نصب کردیم، من الان نصب کردم و میایم داخلش. اونا که تازه نصب کردن یکم دیر براشون بالا میاد. خب باید چند دقیقه صبر کنیم تا وقتی که میاد اومد. خب بعد اتصال رو میزنیم. تمام بشه و متصل شه. بله متصل شد. خب وقتی که وصل شد میریم توی فری فایر. تا وقتی که میریم تو من ویدیو رو قطع میکنم تا وقتی که میاد داخل. خب الان بالا فری فایر رو بالا میاره. خب الان قشنگ میبینید که بالا آورد. درسته؟ باید میریم توی قسمت لون ولف بریم، هدشات بریم. الان پینگش رو نشون میدم که چه پینگ خوبی داره. خب این گوش، خب ببخشید دقت کردم. خب اینم از پینگ، ولی الان من نتم خیلی خوب نیست، به خاطر همون یکم پینگش ضعیفه. با یه جایی باشه که خب الان پینگم مشاهده کردید 140 عالی. بعضی وقتا هم اگه نت خودتون خوب باشه 90 هم وایس ثابت. خب الان ببخشید من ویدیو رو قطع کردم. خب الان هم پینگ رو مشاهده کردید. خب چند ثانیه ویدیو رو قطع میکنم الان. خب دوستان به خاطر اینکه ویدیو رو قطع کردم که منو کامل پلی بدم که این چیز من نیاد پایین. این اسمش یادم. خب ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون.